شهر کابل عصر روز سه‌شنبه شاهد دو انفجار پیهم بود. این انفجارها در فاصله 10 دقیقه یکی پی دیگر در سرک دارالامان شهر کابل رخ داد. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیتی کابل میگوید در این حمله بیشتر تلفات به مردم ملکی رسیده است. شهری حمله او پرله پسې دغه د موټر بم حمله د دارالمان په عمومي سرک کې شوې ده. تحقیقات پکې جریان لري د علت او انګیزه د دې حمله او د تلفات او ارقام د ټول به ان شاء الله وروسته خپل خاریانو سره به شریک. احمد ولی صبوری آمر حوزه هفتم امنیتی شهر کابل به رادیو آزادی گفت که هر دو حمله انتحاری بوده که به گفته وی توسط دو موتر بم صورت گرفته است. آقای صابری گفت حمله نخست در برابر دروازه ریاست پنجم امنیت ملی و حمله دومی در نزدیکی پوهنتون آمریکایی افغانستان رخ داده است. در این حال صابر نصیب رئیس شفاخانه استقلال به رادیو آزادی گفت 20 جسد و 60 زخمی ناشی از این رویداد به این شفاخانه انتقال شده است. تعداد کسایی که به شفاخانه استقلال مراجعه کرده تقریبا در حدود 60 نفر مریضای زخمی است و تقریبا در حدود 20 نفر هم کسایی هستند که شهید انتقال داده شده به شفاخانه استقلال و تداوی از این زخمی ها امی فعلا جریان داره و ان شاء الله که ما آرزو میکنیم که تمام از زخمی ها شفایاب شوند. و این را واضح نساخت که در جمع کشته و زخمی شدگان کیها شاملند، اما یک مسئول امنیتی که نخواست از وی نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت که در این انفجارها آمر امنیت حوزه هفتم امنیتی همراه با شماری از افراد امنیتی کشته شدند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفته و ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته است که هدف آنان کارمندان امنیت ملی بوده است و ادعا می‌کند که در این حملات 10 تن از نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند.